نهار که خوردیم استاد ازمون خواست که کمکش کنیم. یه ظرف بزرگ و آورد و بعد بخورها رو ریخت داخلش و توشو پر از الکل کرد. بعد ازمون خواست که دور تا دور خونه رو نمک و سرکه بپاشونیم و بعد سرب رو داخل یه مایتابه انداخت. بعد این کار اون الکل رو روشن کرد که آتیش آبی بزرگی ساخت و بوی بخور هم همزمان پخش شد. بعد مایتابه سرب رو روی آتیش الکل گرفت و منتظر موند که سرب مایع بشه. ما هم کامل اطراف خونه رو پر از نمک و سرکه کردیم. بعد از مدتی سرب کاملا مایع شده بود. پیمان سریع یه دیگه کوچیک رو پر از آب کرد و ازم خواست که زانو بزنم. بعدش دیگو روی سرم گرفت. استاد بالای سرم اومد و یه چیزایی به عربی خوند که بعد آروم سرب مایع داغ رو توی آب بالای سرم ریخت. بعد از چند لحظه که سرب سرد شد و شکل گرفت اونو بیرون آورد. چیزی که میدیدم باور نکردنی بود. دقیقا شکلی موجود وحشتناک که روی سرش یه هلال ماه رو به بالا بود و یه عصای بزرگ دستش بود و پاهاشم کوتاه بود. انگار پشم داشت، هم روی بازوها هم روی پاهاش. صورتش به خوبی معلوم نبود. فوری پرسیدم این چیه استاد؟ گفت این مظهری از وجود ناپاکیه که به روح چسبیده، یه انرژی تاریک و منفی. خیلی خیلی ترسیده بودم، جوری که جلوی چشام سیاهی رفت و فشارم افتاد که بعد یه دفعه دور تا دور خونه ضربات شدید زده میشد. ضربایی که انگار از سوی دیوار می اومدن و محکم و زیاد بود. گفتم چی شده استاد؟ گفت اون سرکه و نمک اونا رو تا یه مدت محدودی بیرون از چارچوب خونه نگه میداره، اما موندگار نیست. به همین خاطر خیلی عصبانی شدم و دارن واکنش نشون میدن. خیلی خیلی ترسیده بودم، اما استاد و پیمانم از این قضیه بی‌سهم نبودن و ترس توی چشاشون موج میزد. بعد از مدتی کوبیدن مداوم بالاخره صداشون قطع شد و آرامشی خونه رو در بر گرفت. کم کم به سر شب رسیدیم. بارون شدیدی گرفته بود و صدای رعد و برق بلندتر و ترسناکتر میشد. هواشناسی گفته بود که احتمالاً یه هفته بارندگی هست. منم از اونجایی که تعطیل میشم میتونستم این مدت تموم تمرکزم رو روی این ماجرا بذارم. خلاصه حدود ساعت 9 شب بود که استاد با دستگاه حرارتی و فرکانسیاب همه جای خونه رو چک میکرد. هیچ حضور غیرعادی وجود نداشت و انگار حصار خونه به خوبی عمل کرده بود. به استاد گفتم تا اوضاع آرومه من برم یکم بخوابم، واقعا خستم، شما هم استراحت کنید. کم کم چشمام گرم شده بود و به خوابی عمیق رفتم. در خوابم چیز عجیبی دیدم. انگار داخل خونه و محله خودم بودم، با این تفاوت که همه جا پر از مه غلیظ بود و همه چی انگار متروکه شده بود. واقعا فضای سنگین و وحشتناکی داشت. با سردرگمی زیاد فقط دور خودم میچرخیدم که یهو چیزی دیدم. یه موجود بلندقد که ردای سیاه بلند پوشیده بود. نزدیک و نزدیکتر شد. هر چقدر نزدیکم شد نفس کشیدن برام سخت‌تر میشد. خیلی حس عجیبی بود. انگار روی زمین صدها برابر سنگین‌تر شده بودم. بالاخره نزدیک شد و تونستم اونو ببینم. یه موجود با رنگ پریدو و سفید که چشماش دقیقا مثل دونه های انار قرمز و پر از رگ بود. جای بینی 2 سوراخ داشت و از دهنش فقط یه خط معلوم بود. بالای سرش یه هلال ماه برعکس وجود داشت که شبیه شاخ بود. وسط پیشونیش هم یه ستاره 5 پر حکاکی شده بود و یه صلیب شکسته به گردنش آویزون بود. واقعا ترسناک و پر از ابهت بود. نگاهی به من انداخت و بعدش دستشو بلند کرد که دیدم فقط 3 انگشت داره. خیلی ترسیده بودم. دستشو آروم روی شونه من گذاشت و همون لحظه انگار تمام بدن من از کار افتاد و تا نفسم هم قطع شده بود که یهو از خواب پریدم. واقعا ترسیده و مشوش بودم. خیلی خیلی واقعی بود. حتی هنوزم بوی عجیب اون مکان رو حس می‌کردم. عرق کرده بودم و فقط به فکر این خواب عجیب و غریب بودم که یهو با صدای ضربه‌ای به دیوار اتاقم به خودم اومدم. از جام بلند شدم و اطرافم رو رصد کردم. روبروی آینه که رسیدم توی آینه برای یه لحظه کوتاه بازم همون موجود عجیب و پشت سرم دیدم. سریع از اتاق بیرون رفتم که به استاد جریان بگم، اما دیدم که اون و پیمان هر دو خوابیده بودن. آروم وارد آشپزخونه شدم که کمی آب بخورم. آبی به سر و صورتم زدم که یکم به خودم بیام. برای لحظه دیدم تموم بشقابا شروع به لرزیدن کردن و کم کم
بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه یهو تمام بشقابا به زمین خوردن و شکستن. من فقط سر جام خوش شده بودم که دیدم استاد ابراهیمی و پیمان هم سراسیمه وارد آشپزخونه شدن. استاد گفت چی شده بهمن؟ با صدای لرزون گفتم بشقابا شکستن. همون لحظه استاد شروع کرد به یه چیزی خوندن که با خوندنش وضعیت بدترم شد. دوباره صدای ضربا بیشتر شد. همون لحظه با چشای خودم دیدم که انگار یه موجود نامرئی ضربه محکمی توی گوش پیمان زد و روی زمین افتاد و شروع به لرزیدن و تشنج شدید کرد. من از ترس سر جام خشکم زده بود. استاد با اینکه ترسیده بود اما فوراً بالای سر پیمان رفت و داد زد بهمن بیا، زود باش بیا. منم به خودم اومدم و به اونجا رفتم. سری دهنشو باز کردیم که نفسش قطع نشه. چشاش کاسه خون شده بود، رنگش قرمز شد و کف از دهنش بیرون می اومد. توجه که کردم کنار گوشش جای یه دست افتاده بود و فقط 3 انگشت معلوم بود. خیلی ترسیدم چون اون موجود توی خوابم 3 انگشت بیشتر نداشت. فوراً پیمان بلند کردیم و روی کاناپه خوابوندیم. بعد از کمی به خودش اومد اما مدام استفراغ میکرد. بعد استاد گفت بهمن جان من پیمانو میبرم بیمارستان، اگه میتونی بمون، شاید تونستی چیزی ضبط کنی. خدای من خیلی ترسناک بود. تنها توی این وضعیت وحشتناک واقعا عذاب آور بود. اما با اکراه قبول کردم. استاد پیمان رو برد و من موندم و یه خونه پر از اتفاقات عجیب و ترسناک با صدای بارون و رعد و برقای شدید که هر لحظه بیشتر می شدن. خودتون تصور کنین که چه حال مزخرفی داشتم. پشت مانیتورا نشسته بودم و نگاه می کردم اما فکرم درگیر اتفاقای ترسناک و حال پیمان بیچاره بود. حالا که آسیب رسوندن بهش دیگه وضعیت خیلی جدی و خطرناک شده بود. تو همین فکرها بودم که توی دوربین حرارتی اتاق خودم موجودی رو دیدم که از جلوی دوربین گذشت و اطرافش دقیقاً مثل گرمای آتیش حرارت پخش می شد. فوری چشممو به اتاقم دوختم اما چیزی ندیدم. همونجوری مات و مبهوت فقط نگاه می کردم که یهو از پشت سرم یه صدای خشدار و وحشتناک اومد و با اون صدا یه بوی تعفن شدیدم حس کردم. اونقدر بد بود که حالت تهوع بهم دست داد. فقط یک کلمه رو مدام میگفت: معروب، معروب، معروب. همینو تکرار میکرد. اونقدر ترسیده بودم که حتی جرئت نداشتم برگردم و پشت سرمو ببینم که یهو صدای خنده وحشتناک اومد. فوری سرمو برگردوندم اما هیچی ندیدم. چیزی که عجیب بود این بود که دوربین حرارتی دقیقاً یه موجود رو پشت سرم نشون میداد. واقعاً ترسیدم. از جون بلند شدم و گفتم: تو کی هستی؟ چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ که باز صدای یه خنده شیطانی بلند شد. بعدش یه مکث کوتاه کرد و با صدای ترسناک شروع به حرف زدن کرد. جملاتش نامفهوم بود اما انگار من میفهمیدم چی میگفت. خیلی حس عجیبی داشتم. اون به من گفت: من میدونم تو کی هستی ای بشر. من اومدم که تو رو ببرم به جایی که خودم اومدم. نام من معروبه. بعدش یه چیزای عجیبی گفت. چیزایی مثل روز تاریک است و دریا سوزان، کوه‌ها شکننده و شب‌ها سرد. به داخل من بیا. تو مرا میهمان خود خوانده ای آدمی زاد و من مهمان ناخوانده تو هستم. پس برایم قربانی کن تا به تو کمک کنم. در جوابش گفتم: قربانی چی؟ چه کمکی کنی به من؟ توی ذهنم شنیدم که گفت: یک حیوان را برایم خون بریز تا من به تو علمی بزرگتر از درک بشر دهم. پس من معروب هستم، شکننده توی کوه‌ها و خون پاک من برای تو نعمتی بس بیشمار است. بعد از این حرف ساکت شد و دیگه توی دوربین اثری از اون نبود. این اولین ارتباط کلامی من با اون موجود عجیب بود. اما این اتفاق حس عجیبی بهم داد. نمیدونم چرا اما خیلی از حرف زدن باش حس خوبی گرفتم. دقیقاً چیزی شبیه به نشگی بود. انگار ذهنم توی خلسه کامل بود. بدنم سبکتر از پر شده بود و همین شروعی برای ماجراهای عجیب من بود. پس ذهنتون رو به من بدین تا به جاهایی ببرمتون که هر کسی قدرت درکشو نداره. سر شب بود که استاد ابراهیمی اومد خونمون و گفت: بهمن جان مجبور شدم پیمان رو ببرم خونشون تا حالش بهتر شه.
خونواده‌شون هم خیلی نگران حالش بودن. پس فقط ما موندیم. من همه ماجرای اتفاق افتاده رو برای استاد تعریف کردم و گفتم که اون موجود چه چیزایی بهم گفته بود. استاد ابراهیمی گفت بهمن جان، تو با اون احضاری که کردی و جمله‌هایی که گفتی یه موجود رو به دنیای خودت دعوت کردی. الان تو توی مرحله سوم از این اتفاقاتی. گفتم یعنی چی استاد؟ گفت این پروسه چند مرحله داره. اولش اتفاقی که منجر میشه اونا به این بعد از دنیای ما بیان که برای تو همون احضار بوده. دومی که شروع میکنی به دیدن کابوس و نشونه‌هایی از وجود یه چیز عجیب و اتفاقات عجیب اطرافت. سوم شناخت و ارتباط ذهنی با اون موجوده که تو الان توی این مرحله هستی. و چهارم ارتباط مجازی و دیدن بعد اونا به شکل محدود. و پنجم که آخرین مرحله است، ارتباط مستقیم با اونا و عوامل و عواقب ارتباط. گفتم الان باید چیکار کنیم استاد؟ گفت این خوبه که باید ارتباط ذهنی ایجاد کرده. باید بفهمیم که چی میخواد و منظورش از حرفاش چی بوده. به همین خاطر باید تو رو هیپنوتیزم کنیم و وارد خلسه که شدی بتونی با اون ارتباط بگیری و سوالات تو بپرسی. استاد ازم خواست که برم یه دوش بگیرم و کاملا ریلکس کنم. منم همین کارو کردم و بعدش ازم خواست که روی کاناپه دراز بکشم. اون یه مترونوم رو از ساکش بیرون آورد و فعالش کرد. بعد شروع به حرف زدن کرد و گفت بهمن جان، قشنگ آروم ریلکس کن. تمام بدنتو شل کن و هر چی